روز دوم آگوست سال 2024 در المپیاد پاریس در مراسم سپاریدن مدال ها به غالبان مسابقه مشت‌زنی یا بوکس در وزن تا 92 کیلو تشکیل کنندگان به اشتباه راه داده به جای پرچم تاجیکستان در بالای سر مشت‌زن تاجیک دولت بولتایف پرچم تایلند را آویختند. یادرس میکنیم که در این وزن مدال طلا و عنوان قهرمان المپی را لذیذبک مولاجانوف از ازبکستان، نشان نقره را لورن الفونسو که از آذربایجان نمایندگی میکرد به دست آورد. دو نشان برنجی را ایمانوئل ریس از اسپانیا و دولت بولتایف از تاجیکستان صاحب شدند. ولی در مراسم سپاریدن مدال ها در حالی که در بالای سر بقیه پرچم های درست کشورهایشان یعنی پرچم های ازبکستان، آذربایجان و اسپانیا الوانج میزد، در بالای سر بولتایف پرچم تایلند پر میزد. ویدیو این لحظه را تماشابینان ثبت و در اینترنت نشر کردند. ظاهرا سبب به اشتباه راه دادن تشکیل کنندگان این بود که نام هم تاجیکستان و هم تایلند با حرف ت سر می شود و طبق املای الفبای لاتینی آنها پی هم می آیند. نشریه‌های ورزشی می نویسند که متاسفانه مسئولان مسابقه ها جغرافیای جهانی امروزه به خصوص رمزهای دولتی کشورهای خرد را خوب نمیدونند و با چنین اشتباه ها برای اشتراک کنندگان علم آور را میدهند. ولی می نویسند شارحان نام غالبان مسابقات مشت‌زنی از قبل معلوم بود و مسئولان فرصت داشتند که این رمزها را نه یک بار و دو بار تفتیش کرده از راه دادن به اشتباه پیشگیری کنند، خصوصا در حالی که با وجود با حرف ت سر شدن نام تاجیکستان و تایلند پرچم های این دو کشور از هم خیلی فرق می کنند.